بچه ها امروز ماشینای ساموارد اومده، همه رو بذاریم بیام بیرون بهتون نشون بدم. همه رو ازم بابکت های ساموارد. خب نگاه بکنید همه رو. بیل همه صفر 2025 تماما صفر و بسیار مرتب. دستگاه مینی بیلش محصولات چین که الان میدونین دیگه کلا چین سابق نیست، زده رو دست حتی جنسای اروپایی. حالا نمیشه گفت با محصولات کاترپیلار رو کوماتسو برابری داره، ولی خب واقعا عالیه. بابکت ها همه کولر داره، تمام بابکت ها کولر دار، بسیار مرتب و قوی، خیلی شیک تعبیه شده کابین، یعنی مثل قدیم نیست که اذیت بکنه. ماشین صفر جعبه آچارش داخلش، اینم اتاق AC، همه چی مرتب، خیلی مرتبن. و لودرشه داخل کابین فوق العاده سالم، فوق العاده تمیز. ببخشید عذرخواهی میکنم. اینم تمام محصولات کولر داره، یعنی همه AC از دم. خیلی تمیز و شیک زده، خیلی مرتب، یعنی واقعا کیف کردم جنسا رو دیدم. و اینکه بچه‌ها این ریشتراک 2011 است. خوب بود اومدم تا اینجا. ریشتراک 2011 است، دیروز خریداری شده، خیلی تمیز و مرتبه ریشتراک. لینده آلمان هم هست، اصلیه، فوق العاده است برای بچه‌ای که دنبال ریشتراک تمیزن. اینا هم دوباره بیلاشه، اگه میخواین تا داخل کابین بیلش هم براتون بگیرم، اجازه بدید. اینم داخل بیلشه. میگم تمام محصولات کولر روشن مرتب دیگه، نه گرما نه سرما، بچه ها عاجز نیستن با اینا و خوبم کار میکنه. یعنی فیلم های بازده کارش هست براتون بفرستم، کیف میکنه ببین. مرسی که ما رو دنبال میکنین، مرسی که احترام متقابل رو داریم با هم دیگه. ممنون از حمایتتون بچه ها، خیلی متشکرم.